رمضان تربیت میکنه ما و شما را، تربیت میکنه ما و شما را، عادت کرد ما را. اگر در یک وقت معین چیزایی که مالوف و معتاد بود بر ما نرسید، صبر کردیم، صبر کردیم، با بسیار خونسردی، با بسیار حوصله مندی بیگاه کردیم، با کمال خوشی در دسترخوان امرای اولاد نشستیم. هر طرف سعی کردم که طفل خردم هم روزدار بوده، طفلی که تو شفقت میکردی که نخیزانی برای رمضان، ولی او گریان میکرد، میگفت که اگر من نخیستاندی من سبا همونطور به پس شوی روزه میگیرم. الله اکبر. همون طفله که تم ده پالید انتظار میده کدن روزه نداره، شکر الله را نمیکشی. فامیلی که همه خانوادش پابند طاعت الله سبحانه و تعالی باشه، جماعتی که در دسترخوان گرد شده باشه که هر کدام همین تو امتحان الله را داده باشه و میمان الله را عزت کرده باشه، این دعا رد میشه؟ این دعا رد نمیشه. تو اگر بدانی شکر الله را بکشی، الحمدلله. مثلی که در رمضان همی قسم میبینی، اگر در پالویت میبینی که طفل دستاد است و قیام اللیل میکنه، تراویح میخونه، سیاسر دست تو کنه پیشتاز وقت خیسته روزو کرده، دخترت دست تو کنه پیش دو رکعت نماز خوانده، یومد چه رقم جور میشه، یومد چه رقم اسلام میشه، یومد اینمی رقم اسلام میشه. به شعور اولادت، به احساس اولادت، احساس دین پیدا کن، احساس دین پیدا کن. و از خردی خود بدانه رمضان چیست، از خردی بدانه تراویح چیست، نماز چیست، از خردی بدانه قرآن چیست. در ذهنش نشسته باشه که رمضان سفارش میکنه، قرآن سفارش میکنه. از همون خردی میل و علاقش به حفظ قرآن کریم باشه، نباشه که توسط پول تو را بگویی که دو آیت یاد دیگی. الله ما را مؤمن جور میکنه. کدام مؤمن؟ مؤمنی که درد داشته باشه، مؤمنی که احساس داشته باشه، مؤمنی که میفهمه مسئولیتم چیست، کدام مسئولیت داشته باشه. رمضان مبارک تو را از آن چیزی که دهن خواهش میکرد من نکردی، شرمگاه خواهش کرد من نکرد،